رابطه با آمریکا و هر گونه مذاکره‌ای در زمینه‌های گوناگون جز موارد خاص با آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران حامل هیچ نفعی نیست. انسان عاقل دنبال نفعه، دنبال منفعت ملی است. کاری که برای ما منفعت نداره چرا انجام بدیم؟ ضرر هم البته داره. خب ما در گذشته ارتباطات بین مسئولین خودمون و مسئولین آمریکایی رو در هیچ سطحی قبول نمی کردیم. در این قضایای اخیر یک سال به این طرف به خاطر مسائل حساس هسته‌ای و تجربه‌ای که مطرح شد که انجام بگیره، بنابراین شد که تا سطح وزارت خارجه وزیر محترم تماسایی رو بتونن در این زمینه خاص داشته باشن. تماسایی هم داشتن، نشستایی هم داشتن. هیچ گونه فایده ای عاید نشد. نه فقط گشایشی در کارها ایجاد نکرد این ارتباط یک ساله‌ای که حالا ما حدود یک ساله در واقع این ارتباطات رو در این سطح با آمریکایی‌ها داریم که می‌نشینن مسئولین ما مذاکره میکنن با هم دیگه، بلکه حتی در این مدت لحن اینها تندتر شد. تعبیرات اهانت آمیزی در همین مدت به ما کردن. توقعات طلبگارانه ای رو چه در جلساتی که با مسئولین ما مذاکره میکردن و چه در تریبون‌های عمومی طلبگارانه مطالبی رو مطرح کردن. البته اونجایی که با مسئولین ما نشستن، مسئولین ما جواب دادن به اونها، یعنی کم نمیارن. مسئولین ما وقتی با اینها مذاکره میکنن در مقابل طلبگاری اونها، حرف اینها، منطق اینها، لحن اینها قوی‌تر و تندتر، گاهی گزنده تر هم هست. لکن این یک تجربه است. معلوم شد که نشستن و مذاکره کردن هیچ کمکی نمیکنه به هیچ چیز. بعضی خیال میکردن که حالا ما به مجردی که نشستیم با اینا صحبت کردیم و در بعضی از زمینه‌ها همکاری کردیم و تعامل کردیم و تفاهم کردیم، تحریم‌ها برداشته خواهد شد، دشمنی‌ها کم خواهد شد. نه فقط تحریم‌ها برداشته نشد و کم نشد، افزایش هم پیدا کرد. در این مدت تحریم‌های جدیدی رو هم اینها، حالا اونا خودشون میگن جدید نیست، اما واقعش این است که جدیده. تحریم‌های تازه‌ای رو هم اونا تحمیل کردن. بنابراین هیچ فایده ای نداره. آدم عاقل دنبال کاری که فایده ای ندارد نمیره.